ماه پیش یه عروس داشتم که وقتی اومد لباسشو بگیره خیلی ناراحت بود. راستش کنجکاویم گل کرد و ازش جریان رو پرسیدم که چرا اینقدر ناراحته. یهو زد زیر گریه و گفتش که فهمیدم شوهرم دقیقاً 2 روز قبل عروسی با دختر خالش تو خونم بودن و فهمیدم که با هم دیگه رابطه دارن. وقتی فهمیدم میخواستم عروسی رو کنسل کنم و به مادر شوهرم و مادرم وقتی گفتن تو حق نداری این کار رو بکنی و آبروی ما رو ببری و الان مجبورم که به خاطر آبروی اونا عروسی رو برگزار کنم. فقط از این میترسم که نتونم ازش جدا بشم چون دوستش دارم، در حالی که بهم خیانت کرده ولی هنوز دوستش دارم و دلم نمیخواد که ازش جدا شم. به نظر شما دوست داشتن میتونه جلوی این چیزا رو بگیره؟ نظرتون رو برام کامنت کنید. ممنونم.